سلام خدمت تمامی کل مردم تاجیکستان میرسانم. شما همت بخیر باشه. همین یک چیزا نمیفهم مردکا، همین شما برادرای عزیز چی کم مینولین؟ آخه همین سری همون در حد که رفتیم پول تون گفتن آخه واری دارم همونجا 10-15 کزیو چین آخه 50 نفر جمع شه نگذارینش نسپارنش بلیتاتون بگین راست بداری حکومت ابی بگین نخیلی ممکن بلیتای ما دادست ما گشتیم بگین چرا ببین همین کلوب شما در چی میبینه سختیشه کیراش دادارین زورتون هم اومده سم خیر پول داده و یک بلو که گذشته سی رفتی سی کیراش داد کی میش ما رو یاردم میکنه خودتون خودتون یاردم نکنی این کلوب وقت سوال نداره ببروین همون آخه 10-15 کس دام در شهر کوچه آدم میریزه دیگه صرف هم شنه میره و آخه هم زور باشه هم لیسو هم بذارن ایران گریم بو زور باشن هم 300-400 نفر اینا پشتی هم بو بجاره میکپن و حقی دیگه در سر شما تیرخالی کنی ندارن سر تمپریامو افیرو را مردم دیگه ببینه بیای ادمتون پشت نوخی تو بکای ازو او نه پروای ما داره نه پروای شما ایداشین کم بناله نوخی این کلاب شروع کنین سر کنین بریزین با کوچه همین روزا تماشا کنین همین شهر را چه خیلی کلاب میکنن بدروین دربارش بخونین تماشا کنین کلاب چی جو داره و چی وقت داره و چی ساعت داره بخیلی نوخمو زورتون همی از اون میتین میگذارین گشتیسن همتون خب کدیسین نیلو بای کارا کدیسن میکنن خب میکنین داون دادن میگیرن جمعش نتیم پول در هر بگیرین بلیتاتون بیاین بداری حکومت بدروین همو چیز یک کسکتی نمیشه پشتی هم دیگه همین شپلاق بزا درد سفتر یک مشتی سفتش بزا جوش درد میکنن پیش حکومت شهر را بره بگه برای چی اینو پول گرفتیسن ما یکان گناه نداریم ما نه نهضتیم ما نه گروهش چوریم نه یکان کدام سبب در کارای شما دار شهران یهودیه میخوایم راستی بریم کار کنیم در پشتم کار ما نمیوی وقتی گذشته رفتم برای چی 550 سوم 1500 سوم میگیری رحمانوف و مرد فاصله دور است بار دیگر میگم اون چیزی را که شما فکر میکنه که مرد ده همو میدونم او را خرم داره او را خوگم داره او را میمونم داره او را مردی نمیدونیم ما فهمیده سه مرد بار دیگر میگم شرف ناموس عزت عهد قول وعده پیمان تمام چیزش باید نگه داشته باشه والله قسم تاجیکستان ما یک قدم با پیش نمی رود والله قسم سوگند حونیسی است که من میخورم اگر من بدانم که رحمانوف برای آینده این ملت عادی ترین فکر و عادی ترین نیت نیک داشته باشه من میگم که همین آدم 5% نیت نیک برای این ملت داره کدامش کم ترک ناموس داره میبره ایزا تمام سر بتیه میگه با همونات هم تشکر شما از بعض مرغ چرغی دیگهش با بلندی داره ولی من به نزدیکای ایزت امان دلم حیرانه که برای چی حالم خاموشن برای چی حالا هم خاموشن یا منتظر همه عوف رحمانوف هسته که در ماه اوگوست برگزار میشوه و این ماده قلابی از سرش میکن به همین رحمانوف اگر مرد میشید همو 7 سالی 2015 میرفت از پریزیدنتی تمام دیگه همو 2013 میرفت یا 2020 که آخران بود دیگه امکانی دوباره یعنی که 4-5 باره شدن پریزیدنتی وجود نداشت همونجا بس میکرد میرفت رحمانوف نامرده نامرد باشه زنده باش شعار این اویله است شعار اویله ای که نامرد زنده باش آیا شما از رحمانوف توقع مردانگی توقع ایمانداری توقع یک مردی که او دارای یک حمیت حیثیت عزت آبرو شرف داشتگی وره میخواه که اون صحبت کنه من پریزیدنت شما میشدم شما طلب میکرده که ما نمیخوایم ترا بره چی آیا من در روم پوستی خوب میکشدم باز هم میستادم در همون کار سبحان الله انسان عزت داره شرافت داره کرامت داره ولی رحمانوف این چیزا را نداره با همون خاطر رحمانوف با خطاب مردانگی اصلا خطاب نکنه خطاب برای مرد میشوه یک مرد پریزیف میتیه یک آدم دیگر را میگه تو مردی برو قطعا صحبت کن بله میگه میبره صحبت میکنه ولی طرفی که دعوت میکنه اگر او خودش یکان بزغاله باشه ما بدونیم که او واقعا هم خودش یک نامرده خودش او امکان و یارای صحبت کردن با ما را نداره با همون خاطر ما اون اصلا میگم حوالت به خدا ولی ما بدونیم که یک مقامدار تاجیک مرد میشوه میگه من ستریلکا میزنم روز 20 ایول با محمد اقبال با محیدین کبیری با فلان با شرافدین گدایف با فلانت میخوام صحبت کنم مرحمت ما 24 ساعت آماده ایم برای صحبت کردن جواب گفتن برای هر مقام داره که میخواهد از ما بپرسد و حقیقت واقعیت بفهمه و با سوالهای ما هم جواب بگه در نزد چند هزار آدم آماده هستم برای این کار ولی اینا از پیشواشون شروع کردگی تا پسوا و
هر یک قدمش که میبره چاپلوسک ها همینجا همتون شاهد هسته که چی میگن میگن که ما در روسیه ایم وقتی میقپیم شو میگیم اینه در تاجیکستانی که ها میگه خیلی من در دنغرم یا ما خیلی در نورکم یا ما در قرغانم یا ما در یعنی که کلینابادم نه نومردن از پیشواشون سرکردگی تا پس و همش از اینا توقع مردی هرگز نکنید. هر یک مرد بچه تاجیک بفهمه هر یک مرد بچه غیوری وطن دوست این ملت بفهمه که توقع خیر و خوبی نمودن از رحمانوف و مقامداراش ابلهی است. هرگز باز تکرار میکنم گمانی نیک به رحمانوف نکنه. رحمانوف غضب الله بالای این ملت ای. رحمانوف مصیبتی الله بالای این ملت ای. تا وقت سایه شوم رحمانوف بالای این ملت قرار دارد والله قسم تاجیکستان ما یک قدم به پیش نمی رود. والله قسم سوگند خانیسی است که من میخورم اگر من بدانم که رحمانوف برای آینده این ملت عادی ترین فکر و عادی ترین نیت نیک داشته باشه من میگم که همین آدم 5% نیت نیک برای این ملت داره. هر کجایی که قدم میمونه هدفش برای پر کردنی یعنی که فاند اویله خودش است برای پر کردنی یعنی که همون فراز همون شرکت های اویلوی و دختر و بچه و اولاد خودش است. به همون خاطر هرگز و هرگز توقع نیکی و خوبی از رحمانوف یگان تد نداشته باشه. نگه که رحمانوف مرد باشه. رحمانوف مرد نیست. مردی نه به اون چیزی که حیوان هم داره همه چیز دارن او را مردی نمیدونن. مرد تینت داره، مرد عزت داره، مرد شرف داره، مرد سخن داره، مرد قول داره، مرد عهد داره، مرد دست داد اگر دیگه خیانت نمیکنه به دست دادگیش. شما در رحمانوف کدام این چیزا را دیده که با توقع داره که رحمانوف باید مردانه باید ببره با مردم صحبت کنه یا که از مردم این چیزا طلب کنه یا اینکه مردم طلبش کنن این کار انجام بده. رحمانوف از سال 2006 تا امروز میگفت که چی به برقی برای شما افسانه میشود. سال 2020 تا سال 2021 تا ماه مارس اپریل برق نداشتن مردم مگر در سال 2021 هم افسانه نشد. مفهوم کدام وعده رحمانوف کرد تا امروز انجامش داد. تمام ساحه هاشه گفت کروپسه را بین میبرم. والله قسم کروپسه را ما هر روز نظارت بردایستیم از رئیس کروپسه سر کرده تا تمام نهادهایی که مربوط به کروپسه است. سلیمان سلطانزاده یکی رئیس کروپسه است از دنغره تا حاضر از وظیفه نگرفته استش. یکی از دزدان و یکی از غارتگران و یکی از کروپسیونرهای کلان تاجیکستان کی است؟ انا همه سلیمان سلطانزاده یکی تا امروز در وظیفه رئیس اگنتی انا همین چی کار میکنه؟ رئیس اگنتی همین کروپسیا کار میکنه ولی کارش غارت کردن، دزدیدن و آن چیزی که تاجرها آن چیزی که صاحب کارا دارن و به میل عائله دختر و پسر امام علی رحمانوف کار میکنه. کی انمی سلیمان سلطانزاده چند بار ما در خاور در چی خواندیم در از یا پلوس خواندیم سلیمان سلطانزاده را از وظیفه گرفتن شه ولی بعد از چند دقیقه اون از خبر گرفتنش. برای چی؟ برای اینکه نمیدونیم این چی داره، این چی کار کرده است، این نمیدونم این چی میتیه با اونا را. تمام چیزش نوشتیم، جنایتاش نوشتیم، تمام غارتگری هاش نوشتیم. به خدا قسم من دیگه نمیدونم همین یک دولت وقتی که یک چیناونیک شه همین قدر چیز شمه براری با خودش کارمندی کروپسیا یک شخصی که باید این زیدی کروپسیا چیکار کنه؟ مبارزه به امان بره تا اینکه مردم یعنی که کروپسیونر نشون. هر کسی که کارهای کروپسیونی انجام میده باید اون بازداشت شه ولی خودش کروپسیونر کلانی ای. ما تو کشیلاکش پیدا کردیم، تو زناش پیدا کردیم، تو معشوقاش پیدا کردیم، تو ماشیناش پیدا کردیم، تو خونهاش پیدا کردیم، تو پلوی گرفتگی شخصانی که رحمانوف در آغون چی گفتگی بود او را گرفت چیکار کرد چی گپ شد اوناش پیدا کردیم. دیروزا مقاله دینگینه را بگیره بخونه که چی گونه یا آدم برای 1 میلیون با پریکازی امیرشاه میرعلیوف 250,000 شم بکشن میگیرن پس از اون تمام زندگیش میکنن میگیرن. گفتی گفت در ناحیه شامنسور سود ناحیه شامنسور میگیرد کی بودمو بختیارا میگیرن سرش میتین. مقاله که دیروز مولکی مراسوس که قبل از آغاز برنامه براتون گفتم که اینه یعنی که کو مرحمت کو ببینه کو یتیمو ببینه کو رستم ببینه چی این قنغزی سیاه امیرشاه میرعلیوف وقتی که ایدنغره شید دیگه خدا قسم آدمای گب میزنن. امیرشاه میرعلیوف
یعنی که یه نمود میگم من با تاجیک نفرت دارم، با تاجیک نفرت دارم. یعنی امیر شامر علیف میگه او نمیدونم من این رحمان خودش تاجیک نباشه یا این فقط دشمنای تاجیک در اطرافش جمع میکنه. این نمیدونم که کیه او برای چی یک قنقز سیاه بلقب قنقز سیاه معروف ایده دنگره همه میشون سرش خونه سوختره با میویه پریکاز میکنه. یعنی چی نام داره؟ یعنی رئیس کروپسیا سلطانزاده گپی را میگه استاد جان بعد که فهمیدیم سلطانزاده را امیر شامر علیف ریکامنداسیون داده از رئیس کروپسیاش موندن. فهمیدید که چخیل کار میشوه؟ میزنن پل ملتا میگیرن نالت میکنن بعد با چاپلوس دنیا میبرویه داد میزنه میگه که نه تاری گپ نیسته. کو مرده که ببروی گپ زنه که سلطانزاده کروپسیونر نیست؟ کو مرده که بروی گپ زنه امیر شامر علیف چی نیسته؟ سومنگل وزیر پیشینه مهنت 10% از هر یک تجارت این بچه میگرفته است. همه تندر رو دمی میداده است. کو ببروی یگان کس گپ زنه بگنی همتری گپ نیسته؟ او برای چی تمام جنایتاتون رو میکنه؟ یوسف رحمان با خطیش بیوابازی میرفته است دخترکان غربی را تجاوز میکرده است. این همین یوسف رحمان خطی همون شرکتی که رئیس شرکتی که از همه پلاش گرفتن همین ازبکای حصار بوده است. فقط میگفته است من دخترکان غربی را تجاوز میکنم. کوامو غرمیه که در سینات میزنه ما فلانیم اینا دیگه که تجاوز کنه دختراتون برآمده استن. یوسف رحمان وقتی دید از کاری تریه در اوقات از یک خیمونش توکش بخدا برای ازبک رسکنی. آخی تا کی این ظلم ادامه پیدا میکنه بالای این ملت؟ تا کی؟ ما کجا به همین ملت دشمنی کردیم؟ کجا خیانت کردیم به همین ملت؟ کجا جنایت کردیم؟ ما جنایتی مقام داره سر شبی سرش کل خدا جون شما است کنه امیر شامر علیف قنقز سیاه میگه که یوسف رحمان ابی یا جنایتکار تپ تیار این شبی تمام مقامات رحمان رو انت جنایتکارن. او برای چی نمیبینه؟ او برای چی تماشا نمیکنه؟ اهمیت نمیده، دقت نمیده؟ کمیته امنیت یا ادوکات ایفرخور میبری که مخالفی شرکتایی کی کار کرده است نزدیکای رستم کار کرده است نزدیکای کی؟ نزدیکای کامیل میرزا علیف. فهمیدین چی گپ رفته است از دیجا؟ انا که یا آدمی که روی راست دزدی غارت میکنه نمیخوابه نمیبرن روز ترمش کنه. ایزت امان در روسیه حمایت ای مهاجر میکرد، ای مهاجر روسیه از مهاجری تجاوز شده. صدها زن برای من زنگ زد که ایزت امان من از تجاوز شدن نجات داد. صدها زنگ میزنه گریه میکنه که من چی کار خدمت کنم؟ میبخشید من یا پرستیتوت که زن دختر تاجیک هستم ولی من ایزت امان از همین کار خلاص نجات داد. ای والله قسم شرم با بعضی همین افراد همین ملت که خودشون تاجیک میگیرن خودشون در سینه میزنن میگن ما فلانیم ما اینیم ما اونیم در حالتی که بزرگترین افراد این ملت خدمتگارای این ملت زندان میشوند بازداشت میشوند با سالهای گوناگون زندانی میشوند. مردم همه خپن کدامش کم ترک ناموس داره میبره عزت امان سر بتیه میگه با همونات هم تشکر شما از بعض مرغ چرغی دیگهش با بلندی داره. احسن به ناموس غیرت شما مردانی که با مخیزه گپ میزنه میگه آزادی با عزت امون در کامنتاریا می نویسید. الله از شما راضی باشه. واقعا هم شما مردانی همین ملت هسته که دلتون به یک برادرتون میسوزه. ولی من به نزدیکای عزت امون دلم حیرانه که برای چی حالم خاموشن؟ برای چی حالم خاموشن؟ یا منتظر همون عوف رحمانوف هسته که در ماه اوگوست برگزار میشوه و این ماده قلابی از سرش میتن به همین عزت امون جنایتکار نیست. اوی خشتبارش اوی نزدیکاش عزت امان جنایتکار نیست. عزت امان خلاب نیست. او برای چی شما خاموشه که او را باید در عفو نجاتش بتین؟ چی جنایت کرده است؟ با خدا قسم همون قدر درد داریم از این مصیبت هایی که رحمانو بالای این ملت آورده است. ولی بار دیگر میشتم که رحمانو با مردانگی کسی میگه که رحمانو مرد باشی من قهرم میکنه که رحمانوف مرد نیست. رحمانوف و مرد فاصله دور است. بار دیگر میگم اون چیزی را که شما فکر میکنه که مرد ده همون میدونم او را خرم داره او را خوگم داره او را میمونم داره او را مردی نمیدونیم ما. فهمیده ایسه؟ مرد بار دیگر میگم شرف ناموس عزت عهد قول وعده پیمان تمامی چیزش باید نگه داشته باشه. من مسلمان نگفتم مرد گفتم. رحمانوف مرد نیست. رحمانوف چقدر مرد بچه دستی کشته شد. و باری دیگر میگم
هیچ کس رحمانوف نگه که اگر مرد باشی. رحمانوف مرد نیست. کلمه اگر برداره دیگه. رحمانوف مرد نیست، تماما مرد نیست. این قدره که ما ایرا دعوت کردیم، این قدره که ما ایرا همه چیز جنایت پیدا کردیم، گفتیم پوستی خوگا دروش کشدگه پدنگاه شدگه اولیا.